سلام رفقا، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. بخواستم امروز یه ویدیو بگیرم راجع به یه سری مسائل کارهایی که انجام میدم. حالا گفتم که با شما به اشتراک بذارم. یه چیز خیلی ساده، یه روتین خیلی ساده. امروز طبق حالا روالهای گذشته که حالا ویدیوهاش هم گذاشته بودم، عرضم به حضورتون که بلند شدم، یه دوش گرفتم و یه خورده فایل انگیزشی گوش دادم. خب میدونید که وقتی از خواب بلند میشید میتونید دسترسی داشته باشید به ناخودآگاهتون. وقتی که توی همون لحظه چیزهای خیلی خوب مثبت گوش بدید، تو بلند مدت ناخودآگاهتون ریست میشه و زندگیتون رو روال میفته. حالا این تمرین رو انجام دادم و بعدش هم که رفتم سر کار و آخرش هم باشگاه بودم. من تمرین سینه و پشت بازو داشتم. حالا بریم یه چند تا از حرکت‌های امروز هم ببینیم و برگردیم. خب تمرینمو دیدین، یه چند تا حرکتش فقط نشون دادم. امروز پرس سینه با دستگاه زدم، بعدش رفتم شنا سوئدی زدم و بالا سینه با هالتر و فلای دستگاه. پشت بازو هم که سینکش زدم، بعد پرس پشت بازو، پرس سینه پشت بازو زدم و بعدش هم پرس دستگاه پشت بازو زدم. حالا اومدم اون سری تخم‌مرغ و حالا چیزایی که تغذیه، حالا بعدا یه سری مفصل راجع به این صحبت میکنم که اصلا تغذیه چی بخوریم چی نخوریم، چی میخورم کلا. این خیلی مهمتره. حالا در از چیزی که فکر میکنم مسلمه، خب خوردن پروتئینه، اما من مادرات پروتئین نمیخورم، یعنی زیاد نمیخورم. در حد یکی دو تا فیله و 4-5 تا تخم‌مرغ و حالا نهارم هم شاید مثلا کباب باشه و اینها. در مجموع مثلا شاید به 100 گرم هم نرسه پروتئین، ولی خب کربوهیدراتمو فول میخورم. خاطر همینی که بدنم بالک همیشه آبدار و حجم داره. حالا چیزی که من قبول دارم اینه که باید حتما آف سیزن بریم، یعنی حتما باید اگر میخوایم بدنم خوب بشه 6-7 ماه بعد پر کربوهیدرات تمرین کنیم و پر آب و نمک. اون 2-3 ماه آخر میتونیم رژیم سفت و سخت بگیریم، کالری شماری کنیم و وزن و چربی رو بیاریم پایین و بدن رو خوش کنیم. خب الان یه خورده ظرفم مونده بود، گفتم برم ظرفامو بشورم، خونه رو خورد مرتب کردم و یه چایی دارم بذارم و شما رو هم با خودم ببرم. کلی ظرف ریختیم اینجا رو سرم، حالا اینا رو بشورم. شاید راجع به پاکسازی چیزی شنیده باشید یا نشنیده باشید. پاکسازی روح. وقتی تو مسیر قرار میگیریم، یعنی وقتی که در سعی میکنید رویتون رو جلا بدید، با بودن در لحظه حال، مدیتیشن کردن، تنفسات کریا یوگا یعنی پرانایاما، تنفسات مدیتیشنی که ویدیوشو تو پیج توی چنل گذاشتم، و تمرینات خود یوگا، آسانا، و بودن آدم خوب بودن دیگه، با روی چاکراها، باز کردن چاکراها، اینها یواش یواش بدنتون شروع میکنه اون سمومی که از قبل داشته، یعنی اون تصورات بدی که قبلا نسبت به خودش داشته رو پاکسازی میکنه. این تمام اتفاقات بد واسهتون میفته. دقیقا همونجا این شعر حافظ براتون معنی پیدا میکنه که میگه عشق آسان بود اول ولی افتاد مشکل ها. دقیقا همون میشه، اولش شیرینه، این جلوتر این مشکلات بیشتر میشه، ولی وقتی صبر کنی اجازه بدیم مشکلات بیا رو برن، اینجوری از مسیر اینا رو ببینیم خیلی شیرین میشه.
ساقی بیا ساقی بیا بیا عشق ندا می کند بلند آن کس که گفت قصه ما حمز ما چنین ظرف شستن کلا عالمی داره کلا واسه من یه خورده سخته زیاد عادت ندارم به ظرف شستن من ظرف شستن هنر آب بازی کردنه دیگه ظرفشویی که توش تمیز میشه به خدا دل من جلا پیدا میکنه. اون داشتم یه مطلب میخوندم راجع به کریا یوگا 8 مرحله داره. باورتون شاید نشه مراحل اول دومش فارغ از این که باید آدم خوبی باشی و به کسی آسیب نزنی و دروغ نگی یا هر کن انسان خوب دیگه، همون به قول معروف گفتار نیک پندار نیک رفتار نیک. فارغ از اینا یه قسمتش بود پاکیزگی، گفت باید نظم و پاکیزگی داشته باشی. من قدیما فکر می‌کردم شاید نظم اونقدر مهم نباشه، گفتم بذار یه خورده روزو بیاریم پایین‌تر چایی بخوریم. قهوه واسه شب استرس میذاره رو بدنتون، خوب نیست، بیخوابتون میکنه. تموم شد. تبریک میگم به جامعه هنری ایران. تا کار مونده. خب این کارو انجام بده، جایی اینکه بری اینستاگرام دوپامین مغزتو فوران توش ایجاد کنی، داغون کنی مغزتو از دوپامین، حوصله حتی خودت هم نداشته باشی، یه خود آبازی کن، ظرفاتو بشور، حال کن، کیف کن، خونه رو تمیز کن، پاکیزه کن، بذار جریان بیاره زندگیت. خب بچه یه چیزی که دوست داشتم بگم این بود که شما با کوچکترین کارهایی که تو زندگی انجام میدین، دقیقا مثل همین ظرف شستن من، زندگی عمق داره، جزئیات داره. یعنی چی؟ یعنی این که شما ممکنه مثلا این نمکدون رو از اینجا بردارین بذاری اینجا. خب در نگاه سطحی چیه؟ خب این نمکدون رو کی گذاشته اینجا؟ بردار بذار اون بر. خب این نگاه سطحی. نگاه یه خورده عمیق‌تر چیه؟ خب من باید خونه رو تمیز کنم، پس بهتره این نمکدون رو بذارم سر جاش. نگاه یه خورده عمیق‌تر اینی که این یه مولکول NaCl، یه نمکه، این با بدن من چیکار میکنه؟ برای بدن من یه جای مفیده، یه جای به هر چیزی عمق دادن. اینو با لذت ورداری، تشکر کنی ازش، آروم بذاری توی کمد. اینها به زندگیتون جزئیات میده و شما رو تو لحظه حال میاره. از همه سعی کنید از همه جزء به جزء زندگی لذت ببرید. حالا جابجا کردن نمکدون که مثال خیلی ساده است، شاید اصلا توی بحث من نمی گنجید، ولی خب خیلی آب خوردن، خوابیدن، بیدار شدن، لباس پوشیدن، حموم کردن، ظرف شستن، هزار و یک کار از تو زندگی. سعی کنید با جزئیات و با فراغ بال و با تمرکز و لحظه حال انجام بدید. این خیلی تاثیر داره. حالا ما بریم یه چای دم کنیم. اول آب رو پر می‌کنیم. صدای آب رو میشنید؟ صدای تقتقای آب رو میشنید؟ جزئیاتش دقت کنید. ببین نزدیک خودم بسنم جزئیات داشت دهنم سرویس میکرد. اینو گذاشتم آب جوش بیاد، بعد با هم دم میکنیم، یه لیوان میخوریم و مرخص. خب مواد لازم: قوری، یک عدد
چای آلان گل محمدی. البته این اون نیست، تو چای گلستانه. بعد و کتری که داره جوش میاد. بریم تو کارش. خانه از این میریزیم، زیاد نه، بسشه. آب جوش هم میریزیم. این هم زیاد نه، انقدر بسشه. بچه چای بالاخره آماده شد. خب یه خورده طول کشید، خدا من منتظر بودم. خب بریم نها کنیم، بریم وای ظاهرشو نگاه. چای خون کبوتره، این چای نیست، خون کبوتره. وای نگاه کن خدا وکیل. اینم آبجوش روش. ایال دمتون گرم دوستان، خیلی خوشحالم از اینکه دارم ویدیومو باهاتون اشتراک میذارم. امیدوارم که لحظات شاد مفرح همراه با آموزه‌های معنوی باشگاهی با هم داشته باشیم. خیلی خوشحال میشم که ساب کنید، حتما منو لایک کنید، کامنت بذارید، فالوم کنید توی یوتیوب. مطمئن باشید اکویپمنت هم که بهتر بشه، تجهیزات هم که بهتر بشه و ایده هم جون بگیره، واقعا میتر کنم. واقعا هم زندگی شما هم زندگی خودم همه رو با هم میتر کنم. میرم هوا. شکرم آقا، مخلصم. قربون شما، خداحافظ.